قطع میکنم صدا رو. خواهش میکنم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. چند روزی هست که ما خبر اهدای جایزه نوبل فیزیک و امسال رو شنیدیم و دیدیم که این جایزه نوبل به کشف سیاه‌چاله ها داده شده و جالب توجه اینجاست که مدت ها بود این کشف سیاه‌چاله ها و بحث گرانش و کیهان شناسی از گرفتن جایزه نوبل، البته کیهان شناسی که همیشه انرژی تاریک و جای خودشو داشت، ولی سیاه‌چاله ها، اینکه سیاه‌چاله ها بیاد در این جایزه نوبل بتونه نقش داشته باشه خیلی چیز جدیدیه و با کشفی که موج گرانشی در لایگو این انقلاب شروع شده، یه نوع انقلابی که یه عصر جدیدی برای سیاه‌چاله ها به نظر میرسه داره شروع میشه. خب من سعی میکنم تو این سخنرانی در بخش اول یه توصیف عمومی از سیاه‌چاله ها و خواصش رو ارائه بدم بر مبنای اون فرضیات فیزیکی که ما میشناسیم، و در بخش دوم سعی میکنم به صورت تکنیکال این دستاوردهایی که این برندگان جایزه نوبل داشتن که باعث شد این جایزه رو بگیرن خدمت شما عرض کنم. خب بر همین فهرست مطالب من ابتدا از تاریخچه شروع خواهد شد و بعد به کشف و یا مقالاتی که این برندگان نوشتن خط پیدا می‌کنه. خب این جایزه نصفش به سر راجر پنروز از دانشگاه آکسفورد و اجاینت پروفسور پن استیت هست اعطا شده که به خاطر اون مقاله‌ای که در سال 1965 برای مفهوم سینگولاریتی و تشکیل افق نوشته بود ارائه شده بهشون، اعطا شده بهشون، و دو تا نصف دیگر رو به دو نفر، آقای ریچارد گنزل از ماکس پلانک آلمان و خانم آندرا گز از دانشگاه کالیفرنیا. و خب میخوام بریم ببینیم که چه اهمیتی کارای ایشون داشته که ما تونستیم و که جایزه نوبل به ایشون اعطا کنیم. خب اول وارد تاریخچه سیاه‌چاله باشم. ببینید مفهوم سیاه‌چاله از اینجا ناشی میشه که ما یک جایی هست، همونطور که از اسمش مثل قدیم سیاه‌چال میگفتن کسی نمیتونست ازش بیاد بیرون، یعنی جایی که گرانش انقدر قوی باشه که نورم نتونه بیاد بیرون. ولی واقعا در فیزیک نیوتنی ما مبنایی برای اینکه نور هم نتونه بیاد توش نمیشناسیم. چرا؟ چون تو فیزیک نیوتنی قانون گرانش آنی منتقل میشه و حد بالایی برای سرعت نور متصور نیست. به علاوه این که ما انحرافی، چیزی به اسم انحراف نور در یک محیط نمیشناسیم و هرچند تو تاریخ، حالا من هم تاریخ میلادیش ارائه کردم هم تاریخ شمسیش، مثلا جان میشل زمینشناس در سال 1783 اشاره کرد مثلا میتونه گرانش انقدر قوی باشه که نورم نتونه فرار کنه، یا خود لاپلاس معروف اومد تو ویراست اول کتاب سیستم نوردهی جهان گفت ستاره‌های تاریکی وجود دارن که گرانششون میتونه بر نور تاثیر بذاره، ولی این مباحث جدی نگرفتن واقعا، چون تو در مبانی فیزیک نیوتنی ما با توجه به اون دو اصلی که اشاره کردیم نمیتونیم یک تئوری کانسیستنت سازگاری برای وجود سیاه‌چاله ارائه بدیم. خب اگه به صورت تاریخچه بخوایم دقیق‌تر نگاه کنیم، 1915 که انیشتن تئوری نسبیت عامش رو ارائه کرد، 2 ماه بعد یک سرباز آلمانی شوارزشیلد اومد حلی برای اون ارائه داد که جرم نقطه‌ای در خلأ بود. بعدش و این تا اون مقطع کسی شهودی نداشت که این میتونه سیاه‌چاله باشه،
فقط یه توصیف جرم نقطه‌ای در فضامان خالی رو توصیف میکرد که تونستن ازش پدیده لنزینگ و یا گراویتیشنال ویو و خود انیشتین 3 سال بعد توی مقاله‌ای ازش محاسبه کنه از متریک شوارزچیلد. بعدش تا سال 1939 که اوپنهایمر یک مدل گرانشی ارائه داد، ولی از اون ور دوباره اون کسی نتونست تکینگی و افقشو بفهمه. 1958 فینکنشتاین اومد افق رویداد رو گفت یه جایی هست که از اون به بعد نور نمیتونه از به محیط ما وارد بشه، ولی هنوز ناشناخته بود که در داخل افق چه خبره. و مفهوم لغویش هم خب یه خبرنگار این اول دیکی آورد، بعد یه خبرنگار اومد این واژه بلک رو روش گذاشت که خود آی ویلر 1967 رسما تو دنیای فیزیک استفاده کرد. حالا بریم ببینیم چه چیزی باعث میشه که ما مفهوم سیاه‌چاله رو داشته باشیم و زیبایی نظریه انیشتین چیه. نظریه نسبیت خاص شما میدونید با این فرض که با من همیشه مثال اصل دموکراسی رو یا تساوی رو در نظر میگیرن که همه ناظرها با هم هیچ ناظری به ارجحیت بر ناظر دیگری نداره. نظریه نسبیت خاص بر این فیزیک بنا شده. با یه محاسبه خیلی ساده‌ای میتونیم تبدیلات لورنس رو به دست بیاریم و میبینیم که تبدیلات لورنس به ما میگه که یه حد بالایی برای سرعت وجود داره. این خب با فرض همگنی و همسانگردی و فضا، به علاوه این که ما هیچ ناظر ارجحی نداریم و همه یکسان هستن. خب حد بالای سرعت خب از اون چیزای عجیب غریبی برای ما آورد. از اون ور تونستیم سلف انرژی رو MC2 رو از نظر نسبیت انیشتین بخونیم. بعد پدیده انقباض طول و اتساع زمان رو اومد ما شناختیمش، ولی انیشتین به چیز عمیق‌تری فکر میکرد و فکر میکرد که چطور میشه با همین اصولای بسیار ساده یک نظریه مثل نظریه گرانش رو هم بتونه در یک چارچوب تئوری خوش تعریف بیاره. خب انیشتین هم ایدهش از اصل هم‌ارزی استفاده کرد. شما الان وقتی رو صندلی میشینید، همین جایی که نشستین احساس میکنید زمین شما رو میکشه و صندلی به شما یک نیروی وارد میکنه. از اون طرف هم همین حس رو وقتی دارید که شما دارید با شتاب جی در داخل یک سفینه حرکت میکنید و این به سمت بالا میرید. این هر دو حس یکیم. پس بنابراین جاذبه گرانشی با شتاب جی مثل شتاب گرفتن با شتاب جی هست. از اون ورم همینه. وقتی تو فضایی باشین که هیچ چیزی وجود نداره، اون همون حسی دارین که تو یک آسانسور یا سفینه هستین که داره تو جو سقوط آزاد میکنه. بس بنابراین این ایده مطرح شد که من گرانش که ناشی از اثر جرم هست تو فضا رو بیام به تغییرات هندسه یا شتاب به کمیت‌های هندسی ربط بدم و اون معادله زیبای انیشتین ازش در اومد. خب چطور میشه سیاه‌چاله رو فهمید؟ این مثالا همیشه میزنم. به این شکله که شما با در درس فیزیک 1 اومدین یک مفهومی به اسم سرعت فرار رو باهاش آشنا شدین که سرعت فرار به ما میگه که مثلا اگه رو سطح زمین هستین، برای اینکه از گرانش زمین فرار کنید باید از یک سرعتی بیشتر این جسم رو پرتاب کنید که دیگه به زمین بر نگرده و اگه کمتر از این پرتاب کنید میره بالا و برمیگرده پایین. بنابراین اگه من بیام این زمین رو چگالتر کنم و جرم زمین رو تو مکانی که هست چگالی زمین بیشتر و بیشتر کنم، به یک جایی میرسم که سرعت فرار اون جسم باید بزرگتر از سرعت نور باشه. پس اگه یه جسم از یه حدی فشرده تر بشه که سرعت فرار جسم از سرعت نور بیشتر باشه، اون موقع هست که خب میدونید که هیچ جسم رو نمیتونید با سرعت بیشتر از سرعت نور پرتاب کنید. بس بنابراین اون جسم در هر صورت برمیگرده و به داخل سیاه‌چاله میفته. مثال دیگه که هست که سیاه‌چاله پس یه نقطه از فضا زمانه، یک ناحیه از فضا زمانه. اگه جرم ام باشه اون شعاعش هم به اندازه 2 GM تقسیم بر 32 هست و این نقطه
این ناحیه از فضا زمان این ویژگی رو داره، هر جسمی بخواد به سمت بیرون از این ناحیه پرتاب بشه دیگه برمیگرده و در داخل تکینگی سیاهچاله میفته. خب برای تو نمودار معروف دیگه هم میشه کشید. شما دوستانی که به نمودار مینکوفسکی آشنان، این نمودار زمان هست و این بر فضا مخروط نوری. نور اگه نور رو بفرستین تو نمودار تایم اسپیس باشی به، اگه اینجا سی بگیریم، سرعت نور سی ضرب در تایم بگیریم، 45 درجه از اینجا دور میشه. ولی یا به این شکل، تو این شکل نشون بدم. اگه یک چراغ قوه دستتون باشه از اینجا بفرستین به سمت بیرون، سیاهچاله اینو نمیکشه، ولی هرچی که به سمت سیاهچاله نزدیک میشیم این قدرت گرانش بیشتر میشه، نور میکشه و تا جایی که وقتی داخل این ناحیه قرمز به اسم ایونت هورایزن باشین، هر جبهه موجی رو بفرستین توش همگرا میشه. من مثال شهودی که معمولا میزنم این که شما در یک، فرض کنید یه سینک رو توش آب پر کردین، یه قطره جوهر میریزین تو این سینک آب، اون جبهه‌ای که رنگ جوهر هست با یک سرعتی داره تو آب پخش میشه. خب حالا فرض کنید اون زیر سینک رو باز میکنید، آب با سرعتی بیشتر از سرعت جبهه موج جوهر داره به سمت داخل اون سوراخ میره. پس بنابراین اگه شما جوهر هم بریزین توش، این جوهر همش میره داخل اون سوراخ سینک و هیچ جا پخش نخواهد شد. این مثال ساده‌ای که بود. من معمولا سیاهچاله میگم. ویژگی‌های دیگه‌ای که سیاهچاله داره تکینگیشه که حالا اینا همه چیزایی که بعد از عصر قزاقی‌های تکینگی پنروز اتفاق افتاده که شناختنش، که اینکه جسمی که در داخل تکینگی سیاهچاله میفته تایدال فورس بی‌نهایت داره، یا به اصطلاح فیزیکی ما این استرونومر که داره میفرسته این به صورت بی‌نهایتی اینو کش میاره و این جسم تا بخواد به تکینگی برسه تیکه تیکه خواهد شد. یا اگر نزدیک سیاهچاله نوری رو بفرستین تا بیاد به ناظر بی‌نهایت برسه، انتقال به سرخ خواهد داشت یا به اصطلاح فرکانسش کم خواهد شد، انرژیشو سیاهچاله میگیره و از یک جایی از داخل افق به اون سمت هم ما دیگه هیچ نوری رو مشاهده نخواهیم کرد. خب باز در دهه 70 قرن 20 دوباره پیدای جالبی دیدن که مشابه قوانین ترمودینامیک که ما برای قوانین ترمودینامیک، قانون اول، دوم و سفرم، همه این قوانین رو برای سیاهچاله هم داریم، از جنس بقای انرژی، اینکه از جنس اینکه همیشه آنتروپی سیاهچاله افزایش پیدا میکنه. ایده‌ای که باردینز، هاکینگ و دیگران داشتن این بود که اگه من بیام به سطح سیاهچاله یک جسمی است که هی داره اطراف موجودات اطراف خودشو میخوره و بزرگ میشه، پس بنابراین سطح سیاهچاله داره افزایشیه. از اون ور در فیزیک ترمودینامیک میدونیم که آنتروپی، قانون دوم آنتروپی میگه همیشه آنتروپی در جهان داره افزایش پیدا میکنه. پس بنابراین ایده هاکینگ و باردین و دیگران این بود که بیان به سطح سیاهچاله آنتروپی نسبت بدن که همیشه افزایشیه و این آنتروپی که ما نسبت میدیم فعلا در حد تناظر هست در دهه 70 میلادی و این مساحت سیاهچاله هم که میدونی از یه طرف دیگه هم با شعاعش متناسبه، پس شعاع سیاهچاله همچنان مثل آنتروپی بزرگ خواهد شد. خب ماده بعدی این که آیا این آنتروپی که نسبت میدیم، آنتروپی معمولا در، اگه یادتون باشه، در فیزیک ترمودینامیک به اگه سیستمی انتقال در یک سیستمی در یک ترمودینامیکی در دمای تی باشه و دلتا کیو یا تغییرات گرمایی تو این سیستم ببینه، ما یه تغییرات آنتروپی داشتیم و تا زمانی که ما نتونیم دمای خوش تعریفی به سیاهچاله نسبت بدیم نمیتونیم بگیم این آنتروپی در حد یک کمیت فیزیکی هست. خب این ایده شو آقای هاکینگ اومد 1973 با فرصت مطالعاتی در مسکو داشتن، دید با ایده کار زلدویچ و استروبینسکی در نظر گرفت که سیاهچاله میتونه تابش کنه. البته ایشون 1974 مقالهشون نوشت، ولی 1966 آقای اسمشو یادم رفت،
یه استاد تو آمریکا برای متریک FRW نشون داد که تو فضا زمان خمیده، یعنی اگه من تئوری کوانتوم فیلد رو بیام در کنار تئوری آی پارکر اومد گفت اگه من کوانتوم فیلد رو بیارم برای هندسه کیوید اسپیس تایم مثل مینکوفسکی بنویسم، میتونم خلق ذره دارم. این البته ایشون پروپوزالش رو برای NSF نوشته بود ولی تایید نشده بود که برای کار سیاه‌چاله شوارزچیلد، ولی مشابه کال که حالا برای سوپر رادین زلدویچ انجام داده بود، این ایدهشو هاکینگ گرفته بود و تونست نشون بده که یک همون سیاه‌چاله نقطه‌ای در خلا میتونه تابش هاکینگ داشته باشه، دمای تابشش از جنس تابش جسم سیاه هست تقریبا، بعد و از جنس تابش ترماله که تابشش ترمال خب اون فیزیک پیچیده‌ای داره که میشه نشون داد این تابشی که از جسم سیاه باشه و ترمال باشه اطلاعاتی از سیاه‌چاله بیرون تابش نمیشه و این بعداً شد مشکل اینفورمیشن لاس. بعدش دماش هم با یک تقسیم بر جرمش متناسبه که این اثر هم مشابه اثر شوینگر هست. خب یکم فیزیک بگم، اثر شوینگر هم دیدین که وقتی یک میدان الکتریکی خیلی قوی از یه حدی تو خلا بیشتر بشه، این باعث میشه زوجای ذره و پادذره این میدان الکتریکی بتونه روش کار انجام بده و از سلف انرژیش بیشتر باشه و این ذره رو از هم جدا کنه و ما بتونیم ذره خلق بشه. سیاه‌چاله هم دقیقاً همین کارو داره میکنه. اون شدت گرانش وقتی در مرز سیاه‌چاله بالا میره، طبق اصل عدم قطعیت کوانتوم هایزنبرگ، ذره و پادذره تشکیل میشه و نابود میشه و به صورت اوریج میزان ذره و پادذره‌ای که در یک فضا زمان عادی تشکیل میشه با هم برابره. ولی بیایم اگه در نزدیک مرز سیاه‌چاله این ذره و پادذره تشکیل بشه، میشه نشون داد که این ذرات پادذره وقتی داخل افق میفتن انرژیشون مثبت میشه، ذره انرژی مثبت، این ذره انرژیش مثبت بی‌نهایت میشه، پادذره انرژی منفی هم میکنه و میتونه از جرم سیاه‌چاله کم کنه و ذره بی‌نهایت برسه و مثل تابشی که یک سیاه‌چاله داره انرژی رو از سیاه‌چاله بگیره. خب یکی از سوالای حل نشده همین سیاه‌چاله این که این هستش که ما اطلاع مثلا یک هواپیمایی که داخل سیاه‌چاله میفته، ما رنگش، اندازش، کلی اطلاعات داره داخل سیاه‌چاله میفته و اگه سیاه‌چاله تابش بره و تابش بشه و همش تبخیر بشه بره و تو این تبخیر هم هیچ اطلاعاتی نباشه، این مسئله اینفورمیشن لاسه که یکی از مسائل حل نشده فیزیک تئوریه. ایده‌های مختلفی هست، بعضی میگن برمیگرده به اینکه من تئوری کوانتوم گراویتی رو بشناسم، بعضی میگن که خب این اطلاعات همه برمیگرده میره داخل یک بسته ای، در آخرش همه اطلاعات در اون داخل بسته میمونه. بعضیا میگن که خب نه، وقتی تابش در شدت میگیره دیگه از حالت ترمال خارج میشه، من میتونم اطلاعات رو بازیابی کنم. اینا ایده‌ای هستش که هنوز هر کدوم مشکلات خاص خودشونو دارن، ولی اینکه چرا سیاه‌چاله اطلاعات رو میخوره ولی هیچ اطلاعاتی پس نمیده، یکی از مسائل حل نشده دنیای فیزیکه. و قضیه بیمویی سیاه‌چاله هم میگه که حالا در حد تابش هاکینگ و تابش سیاه‌چاله و تابش کلاسیک که تابش موج گرانشی باشه، ما میدونیم هیچ اطلاعاتی بیشتر از جم، کیو و جی تکانه‌ایشو نمیتونیم، کیو یعنی بار، جی یعنی تکان اضافی، نمیتونیم از سیاه‌چاله خارجش کنیم. ولی خب اینجا هم مردم سعی میکنن دنبال مثالهایی هستن که بگن میشه اطلاعاتی بیشتر از این سه پارامتر از سیاه‌چاله خارج کرد. حالا اینا مباحث چیزی هست که آیا این اطلاعات میشه در حالت پایدارم از سیاه‌چاله خارج کرد یا نه، جز سوالایی که و مسائلی که مردم دارن روش پژوهش میکنن. خب بعد خود سیاه‌چاله چرا برای ما مهمه؟ اول اینکه تکنیکی سیاه‌چاله به ما میگه، حالا من جلوتر تو شرح مقاله پنروز خواهم گفت، خب من برای تکنیک سیاه‌چاله مثل نزدیک شدن به تکنیک بیگ بنگ یا زمان اولیه کیهان هست که و من نیاز دارم به فیزیک های انرژی فیزیکس و یعنی هم مقیاسم کوچیکه، اسکیل انرژی منم بالاست، بعد اسکیل انرژی من بالاست و من نیاز دارم، از اون ور گرانشم خیلی زیاده
و من نیاز دارم که کوانتوم گراویتی رو بشناسم که خب هنوز تئوری خوش تعریفی براش پیدا نشده. خود دمای سیاهچاله خود از جمله دروازه‌ای بود که اومده بود مردم گفتن که خب این تناظری که بین ترمودینامیک و تابش هاکینگ هست شاید اصلا گرانش نیروی بنیادی نباشه و من بتونم با بدون اینکه یک گرانش ما شاید گرانش برآمده از مثلا ترمودینامیک باشه، من بتونم با اصول ترمودینامیک گرانش رو بیام دیولوب کنم. البته تونستم مثالای حل کنن از مدل جهان همگن و همسانگرد و یا متریک شوارچید، ولی برای یک متریک عمومی یک سیاه‌چاله مثل کر یا اینا نتونستن گرانش یا معادله انیشتین و مثلا برای متریک تو هر جایی از فضا زمان اینو دیولوب کنن از معادلات ترمودینامیکی. خب هولوگرافی سیاه‌چاله هم یه دروازه دیگه رو بر ما باز کرده که این که ما اطلاعاتی که تو حجم هست رو بتونیم از روی سطح بخونیم و بتونیم مثلا بریم این اطلاعات رو ببریم تو یک نظریه فیلد تئوری بخونیم. خب این ایده هولوگرافی که اینکه من از سطح بتونم از اطلاعات حجم رو بخونم از اینجا ناشی میشه که چون دیدید که این فیزیکش جالبه که شما میدونید که وقتی یک جسمی آنتروپی در فیزیک کلاسیک با حجمش یک جسم متناسبه، یعنی آنتروپی میزان فرض کنید، حالا فرض کنید میزان اطلاعات یا تعداد درجات آزادی یک سیستم. خب اگه من حجم یک سیستم رو زیاد کنم ببخشید من خواستم این جلسات اگه من حجم سیستم رو زیاد کنم خب مسلم درجات آزادی یا آنتروپی یک سیستم با حجم متناسبه، ولی دیدیم پدیده عجیبی که در سیاه‌چاله اتفاق میفته اینه که آنتروپی با حجم متناسب نیست بلکه با سطح متناسبه، یعنی من میتونم اطلاعات رو یه جورایی از سطح بخونم و این ایده هیلوگرافی بود که توفت و ساسکان و کسای دیگه اینو مالداسنا اینا رو حالا پروبال دادن و سعی میکنن حتی مسائل خیلی جالبی از قبیل حتی حل تئوری ابررسانه‌های دمای بالا رو هم با این اصل هولوگرافی حل کنن. حالا سیاه‌چاله ها به چند شکل میشه تشکیل گرفت. ایده‌ای که زلدویچ و هاکینگ تو مقالاتشون ارائه کردن میتونه از افت خیزای اولیه کیهان چون شروع بشه، چون ما فرض میکنیم جهان ما جهان انبساطی هست. جهان وقتی برمیگردیم به عقب جهان از یک بیگ بنگ جهان هی داغ و داغتر میشه مثل یک انفجار بمب که اوایل بمب این مثل یک پلاسمای داغ هست و هرچی که جهان باز و بازتر میشه سردتر خواهد شد و کهکشان‌ها شکل خواهد می‌گیرد. از اونجا که در جهان اولیه انرژی ها خیلی بالاست، مقیاس ها خیلی کوچیک، ما اونجا باید تئوری کوانتومی رو داشته باشیم. تئوری کوانتومی هم میگه که یکی از راهایی که ما یکی از منشأ این ساختارها افت و خیزای کیهان ما همین افت و خیزای کوانتومی هستن. بعد این افت و خیزای کوانتومی هم میتونه چون به صورت رندوم هست میتونه بعضی این افت و خیزها اینقدر فشرده باشن که در داخل شعاع شورت شیلدشون قرار بگیرن و پرموردیا بلک هول تشکیل بشن. خب ستاره‌های حالا استروفیزیکی هم داریم به این شکله که وقتی یک غول سرخ میاد، مثلا یک غول سرخ ستاره مثل خود در کنار یک نوترون استار قرار میگیره یا در کنار یک وایت دارف قرار میگیره. وقتی به این شکله که شما میدونید تو تئوری که شما بنویسید اگه در تعادل گرانش و فشار گاز فرمیونی، حالا چه برای نوترون استار یا چه برای وایت دورف برای الکترون، وقتی بنویسین میگه این فشار گاز فرمیونی تا یه حدی گرانش میتونه تحمل کنه. اگه یک جسمی جرمش از یه حدی به اسم حد جرم چاندار ساخار بیشتر باشه دیگه این تعادل بین فشار ریپالسیو گاز فرمیونی و فشار گرانشی جاذبه گرانش نمیتونه برقرار بشه و اینجاست که جسم کلاپس میکنه، گرانش غلبه میکنه و در اثر این کلاپس یه انفجار به اسم سوپرنووا شکل میگیره
و معمولا سوپرنوا به این شکلی که وقتی انرژی هستی یک ستاره تمام شد، خب این نیروی ریپالسیوش تمام میشه و این نیروی ریپالسیو تمام میشه، یک دفعه تودی عظیمی از این کلپس شکل میگیره و این انفجار در داخل مرکزش باعث فعل انفلات هسته‌ای میشه و یه انفجار به اسم انفجار سوپرنوا هست. اینو به عنوان شمع استانداردن چون جرمش تقریبا از مرتبه جرم حد چاندار سخار هست. حالا این مکانیزماشون رو خب دقیق‌تر میشه درس استروفیزیک خدمت دوستان ارائه داد. ستاره ها خب کشف موج گرانشی که نزدیک تقریبا 5 سال پیش خیلی سر صدا کرد همین بود. تونستن جبهه موج با آزمایش لایگو ببینن و دو تا باینری که دور هم میگردن انرژی گرانشی ساطع میکنن و هی فاصله شون کم میشه تا یک جایی که دوره تناوبشون بیشتر خواهد شد و یک جایی از اون به بعد دیگه چیزی به اسم کوازی نورمال مود تشکیل میشه که این مختص خاص فیزیک سیاه‌چاله هست. کشف دیگه ای هم داشتیم که کشف سایه سیاه‌چاله بود که در پارسال بهار بود که در پارسال بهار ما دیدیم تونستیم برای سیاه‌چاله M87 که تونستیم به اول اینکه به رزولوشن 50 میکرو آرک سکند در دستیابی کنیم. میکرو آرک سکند چیه؟ شما میدونید اگه 1 درجه رو تقسیم بر 60 میکنیم دقیقه قوسی و اگه تقسیم بر 3600 کنیم ثانیه قوسی به دست میاد و میکرو یعنی 10^-6 برابر خیلی کوچیکه، مثل خوندن یک روزنامه از نیویورک تو پاریس. این چطور میشه از ما یک تلسکوپی داشته باشیم از تو نیویورک بتونیم یک روزنامه رو تو پاریس بخونیم؟ این دستیافتنی نبود مگه اینکه ما تونستیم تلسکوپ های مختلف رو در همه جای جهان اینا رو با هم همزمان کنیم. از که طبقا رابطه مقدار رایله تونستیم اون قطر تلسکوپ رو به اندازه قطر زمین قرار بدیم تا بتونیم رزولوشن خیلی خوبی ازش داشته باشیم که یک کشف بسیار عجیبی و کشف چشمگیری در دنیای علم بود. خب ابعاد کهکشانی هم که ما برای کهکشان خودمون برای اینکه شهود داشته باشیم از مرتبه 26000 سال نوری است. سال نوری هم از مرتبه پارسک که تقریبا یک پارسک یا زاویه هستش که تقریبا 10^-16 متر است. خب حالا من زودتر خواستم بخش عمومی تاکمو تموم کنم و به بخش جالب و فیزیکی این تاک بپردازم. خب راجر پنروز 90 ساله که الان جایزه نوبل گرفته چیکار کرده که ما بهش جایزه نوبل دادیم؟ و همه میپرسن که خب چرا راجر پنروز، چرا هاکینگ نباشه؟ خب اگه کمی دقیق تر بشیم، شما اگه که قسمت ادوانسد کتاب والدو بخونید یا کتاب هاکینگ و الیس رو بخونید ببینید نسبیت عامی که در اونجا گفتم بر مبنای کازل استراکچر فضا زمانه. ما اومدیم کوشی هورایزن و چیزای دیگه تعریف کردیم که بخوایم ساختار علی فضا زمان بشناسیم. واقعا این زمان اگر برگردیم ببینیم چه کسی این زبان شما با جی فیوچر اینفینیتی نال اینفینیتی این چه کسی این زبانو آورده تو دنیای فیزیک و چرا این زبان مهمه؟ این برمیگرده به 1958 فکر کنم. یک کتاب شبیه دیفرنشیل جیومتری که اسم کتاب دقیقا یادم نیست، تو کتاب خونم هست الان حضور ذهن ندارم، کتابی که پنروز نوشته و اومده با زبانی که بعداً تو کتاب الیس و کتاب والد میتونید، الیس و هاکینگ و والد میتونید ببینید، اومده ما میتونیم مسیر حرکت الی فضا زمان و مسیر جئودزیک ها، این که بی‌نهایت دورگونه و کوشی هورایزن همه رو تو به این زبان دنبال کنیم. خب ولی این کار اصلیش نبود. کار اصلیش هم الان نیست. یک مقاله‌ای در سال 1962 ببینید ما تا این تاریخ فقط فینکلشتاین گفته ایونت هورایزن وجود داره و همه نمیدونستن تکینگی چیه و چرا به وجود میاد و حتی انیشتین هم به این جا رسیده بود شاید به خاطر این تکینگی‌ها تئوری نسبیت رو بذاره کنار. خیلی تکینیات و سیاه‌چاله فیزیکدانای گرانش و فیزیکدانای تئوری رو اذیت میکرد. اول پنروز
و بعد نیومن اومدن گفتن من برای اینکه ساختار فضا زمان رو نگاه کنم، شما میتونید ساختار فضا زمان یعنی چه؟ وقتی یک ذره رو میفرستید، همون نمودار مینکوفسکی که شما میدونید، اینی که شما میان مخروط نوری 45 درجه میکشید و مسیر حرکت رو دنبال میکنید. تو نسبیت ها میبینید این مسیر حرکت به وسیله گرانش دوییت میکنه، منحرف میشه. و من برای اینکه بخوام بدونم در کل فضا زمان چه اتفاقی میفته، اول اینکه ایشون اومد یه تبدیلی به اسم تبدیل کنفرمال معرفی کرد که متریک که فاصله سنجی فضا رو با یک متریک تخت که متریکی که در اون هیچ گرانش و انحنایی وجود نداره با یک تبدیل کنفرمال با به هم ربط میدیم. این تبدیل کنفرمال کمک میکنه که ما در حالت این فضا زمان رو بتونیم با یک متریکی توصیف کنیم، با توی مختصاتی ببریم که مانند متریک مینکوفسکی مخروط نوری‌ها 45 درجه باشن، به علاوه این که من و ذرات فیزیکی در داخل این مخروط نوری حرکت کنیم. این پس ویژگی این تبدیل کنفرمال. و یک کار دیگه ای که اینا هم کردن، اومدن چیکار کردن؟ اومدن گفتن یه تبدیلی از جنس تانجان معکوس زدن که اون کمیت هایی که در بی‌نهایت هستن و بیان ببینن در به صورت باندری فضا در بی‌نهایت رو بیارن تو یک جای فاینایت. ببینید چرا این چه مزیتی داره. ببینید شما بریم برگردیم، من خیلی سریع برگردم به اون نموداری که اول برای سیاه‌چاله خدمتشون. ببینید شما اگه نزدیک مرز این سیاه‌چاله باشید، من نمیدونم این حرکت موس منو میبینید یا نه، حرکت موس منو میبینید یا نه، اینکه موس دیده میشه. بله بله. این نگاه کنید، من اگه یک ذره از اینجا یک نوری بفرستم، ببینید شاید این نور اگه از اینجا بفرستم شاید اینجا یک کمی بره ازش دور بشه، درسته؟ ولی نمیدونم در زمان بی‌نهایت چه اتفاقی براش میفته. شاید از اینجا دور رفت ولی گرانش در نهایت به این جسم یا به این جسم ذره مادی یا جسمی داره فرار میکنه غلبه کرد و اینو آورد تو داخل سیاه‌چاله. پس بنابراین با این نمودارهایی که ما در حالت عادی برای متریک می‌کشیم نمیتونیم بفهمیم سرنوشت یک ذره یا یه نور که داره از سیاه‌چاله فرار میکنه یا داخل سیاه‌چاله میفته چی میشه. ایده هوشمندانه پنروز این بود که بیاد اول اینکه بیاد این زاویه رو 45 درجه کنه، یعنی یک نوری که از این نوری هم که خارج میشه تو این نمودار پنروز 45 درجه هست، این نوری که خارج میشه تو اون نمودار مثل همین نوره، ولی تو نمودارهای عادی دیدیم در اثر گرانش این نور به سمت سیاه‌چاله کش میاد، ولی این تو نمودار پنروز تا گرانش هم باشه همیشه 45 درجه است. بعد ویژگی دیگهش اینه که تو بی‌نهایت آورد تو نهایه فضای محدودی از زمان که اینجا بی‌نهایت نورگونه است، نور بهش میرسه، اینجا بی‌نهایتی است که ذرات مادی بهش میرسن و بعضی از ذرات مثلا این ذره که داخل سیاه‌چاله میفته مثلا نگاه کنید اینجوری میفته. حالا این بحث تکنیکی جالبی که نمودار پنروز خیلی کمک میکنه تا بفهمیم مرز سیاه‌چاله چیه، کدوم ناحیه میتونیم ذرات بیفتن یا آیا اصلا ما میتونیم از داخل سیاه‌چاله وارد جهان دیگه‌ای بشیم یا نه. خیلی مباحث خیلی هیجان انگیزی رو این نمودار پنروز برای ما باز کرد. حالا اینو واردش نمیشه، ولی مقاله اصلی که پنروز تا این موقع هنوز هاکینگ سهمی تو دنیای سیاه‌چاله نداشت. این مقاله هست پنروز اومد تو این مقاله نشون داد، بیان تو این شکل نشون بدم. اول اینکه اومد ایشون خب ریاضی فیزیکاره و ریاضیات خیلی قوی داره، ایشون بیس ریاضیش خیلی قویه. اومد گفت یه چیزی مفهومی به اسم ترپ سرفیس تعریف کرد. ترپ سرفیس چیه؟ یعنی جایی که شما حالت عادی وقتی یه لامپ روشن میکنید جبهه موج داره باز میشه. بعد خب اگه من اکسپنشن یک واژه‌ای به اسم اکسپنشن یا جبهه موج انبساط واگرایی تعریف کنم برای جبهه موج، میتونم نشون بدم مثلا برای فضا زمان عادی اکسپنشن موج همیشه مثبت، ولی ترپ سرفیس سطحی است که اکسپنشن ژئودزیک‌های نور منفی میشه، چه نورایی که درون سیاه‌چاله میفتن چه نورایی که بیرون سیاه‌چاله.
این اومد یه واژه از یه کمیت جیومتریک مثل ترپ سرفیس تعریف کرد. بعد افق رایداد اومد به حسب این ترپ سرفیس ها، اومد مرز سیاه‌چاله رو به حسب اینا نوشت. و بیایم تو این نمودار. این نمودار خیلی معروفه که هاکینگ تو اون مقالش نوشت. تقریبا اومد از معادل ریچارد دوری اثبات کرد، نشون داد اگه من استرانگ انرژی کاندیشن داشته باشم، حالا اینو واژه تخصصیش یعنی که روی به علاوه مثلا پی بزرگتر از صفر مثل ماده معمولی داشته باشم، از یه طرف دیگه من فضا زمانم یک جایی باشه که ترپ سرفیس تشکیل بشه. ببین در داخل سایه، در داخل مثلا اون آر مساوی با 2 شوارتشیلد نایه‌ای هست که اونجا ترپ سرفیس، این خط زمانه، این ستاره داره کلاپس میکنه، این سطح ستاره از یه حدی که فشرده بشه این نایه مشکی که ترپ سرفیسی تشکیل میشه. خب هاکینگ کسی تکینگی رو نمیشناخت. هاکینگ ببخشید من میگم هاکینگ، پنروز اومد نشون داد که یه قضیه خیلی زیبایی اثبات کرد که اون سرآغاز شد بعد قضایای خیلی زیادی که ما درباره سیاه‌چاله اثبات میکنیم. گفت اگه من فضا زمانم تکینگی خاصی نداشته باشه، کوشی سرفیس داشته باشه، مثلا کلوز تایم لایت نداشته باشه، این چیزای تخصصی رو شما فعلا سوال نپرسید نشنیده بگیرید، و اگه یک نایه ترپ سرفیس تشکیل بشه، یعنی گرانش انقدر زیاد بشه که اونجا نور هم جبهه موج نور هم همگرا بشه، این ذرات تایم لایت ژئودزیک من اینکامپلیتن. یعنی چی؟ به تکینگی میرسن. یعنی پس تکینگی چیه؟ تکینگی ناشی از کامپکت شدن جسم در یک فضا زمانه که اونجا ترپ سرفیس تشکیل شده و ترپ سرفیس اگه تشکیل شده باشه و از ماده منم ماده معمولی باشه که استرانگ انرژی کاندیشن داشته باشه، تکینگی تشکیل بشه. و این اولین هویت بخشی به تکینگی سیاه‌چاله بود و مثل اینکه شما کلی ذرات رو بیاین تو یک نقطه هم برخورد کنه و انرژی اون ذرات تو نقطه بالا میره. خب این مقاله رو بعدن هاکینگ اومد همین مقاله رو به جای اینکه از متریک شوارتشیلد، هاکینگ خیلی آدم زرنگیه و بسیار هم آپدیت نسبت به کارهای اطرافیانش، به بزرگان فیزیک. دقیقا اومد همین مسئله رو اومد به جای اینکه برای شوارتشیلد حل کنه برای بیگ بنگ حل کرد. و یه چیز جالبم شاید تو این حین به شما بگم، یه فرقی کاری که کار هاکینگ و پنروز داره اینه که هاکینگ اگه تو این مقالات که هاکینگ اومده نوشته، حالا این اومد با هاکینگ با پنروز اومد کارشون تو این کار جمع‌بندی کردن و به زبانی که همون پنروز تو کتاب دیفرنشیال جیومتریش گفت به اون زمان ترتمیز نوشتن. ببینید پنروز مقالاتش اکثرا خیلی ساده و تو یک دو صفحه مثلا فیزیکال ریویو می نوشته اینا، ولی هاکینگ خیلی با جزئیات می نویسه، همه چیزاشو میگه، به حالت خیلی مقالاتش از جنس توضیح تفسیریه و پنروز کم حوصله است و میاد تو 2 صفحه میاد لپ مطلب رو میگه، بقیه رو خود فرض میکنه کسای دیگه بلدن میرن میخونن. خب پس این از هوشمندی هاکینگ بود. خب این مقاله تقریبا ریویوی کار پنروزه و اون به کار بردن کار پنروز که در 1970، ولی پنروز 5 سال پیش این کار رو داد. خب حالا این اصلی در این کار پنروز بود. کارهای دیگه‌ای که برای همین فهم سیاه‌چاله انجام داد این که نشون داد این تکینگی سیاه‌چاله که انرژیش خیلی بالا هست به وسیله افق با یک حدس سانسور کیهانی، حالا گفتش که این پوشیده میشه. این یک کانجکچره، البته هرچند برای مثالای معروف ما این برقراره، البته مثالای نقضی هم وجود داره ولی خب اونا اکثر این مثالا یه مشکل پایداری دارن یا یه بحث پیچیده‌ای است. اینکه ما این تکینگی داخل سیاه‌چاله یا مرکز کهکشان رو نمی‌بینیم، وگرنه باید نور، اول اینکه پردیکتیبلی فضا زمان هم پیش بینی پذیری زمان تناقض میرسیم با اون، نمیشه کوشی سرفیس براش. من این واژه تخصصی رو میگم فقط برای کسایی که مخاطبان خاص من هست، سریع میگم که وقت بقیه رو نگیرم، که اونجا مسئله کوشی سرفیس داریم، اونجا مسئله پایداری پرتربیشن ها داریم و اینا مسائلی که ولی که هنوز معمولا فرض کاسمیک سنسورشیپ کانجکچر پنروز تو نظریه استاندارد برقراره، به این معنی که تو نظریه استاندارد کیهان شناسی وقتی یک تکینگی تشکیل میشه این دو تا خط مشکی نمیذارن نوری از تکینگی بیاد به ما برسه.
ولی اگه نگ سینگولاریتی داشته باشه من میتونم از تنکینگی بیام نوری رو ببینم و این پردیکتیبلی فاز زمان رو نقض میکنه. خب یه تجربه‌ای که خودم تو پنسیلوانیا از یه چیزی که از آقای پنروز یاد گرفتم دوست دارم خدمت شما بگم. مسئله جرم در فیزیک و در گرانش تو یک تئوری بنیادی است. من یه کاری تو جرم سیاه‌چاله کیهانی میکردم، حالا از ایشون پرسیدم که اصلا جرم در فیزیک چی میشه. ببینید در فیزیک نیوتنی خب توضیحی که آقای پنروز به من دادن این بود، مثلا هیچ چیز جالبی بود شاید برای مخاطبان عام علاقه‌مند باشه. ببین در فیزیک نیوتنی ما 3 نوع جرم داریم. یه جرمی که شما میان یک نیروی به جسم وارد میکنید، تقسیم بر شتابش میکنیم. یک جرمی به دست میاد که در این میاد جرم لختی میگن، این لختی که برای شتاب داره بهش میگن این ام. یه جرم دیگه وجود داره، پس یه جرم لختی یعنی نیروی به جسم وارد میکنید، تقسیم بر شتابش میشه جرم لختی. یعنی یه جرم دیگه دی پاسیو گراویتیشنال ماس، یعنی اینکه میان شما در مثلا نیروی گرانش قرار میدین، درسته؟ مثلا جاذبه گرانشی جی داره، بعد نیروی گرانش اندازه‌گیری میکنید، تقسیم بر شتاب گرانش میکنید، این جرم رو دست میگیریم که اون جرمی که تأثیر میپذیره از میدان گرانشی. پس جرمی که تأثیر میپذیره این پسیوه. خب یه جرم دیگه هم داریم که جرمی که خودش نیروی گرانشی تولید میکنه که شتاب گرانشی ازش در میاد، بهش میگه جرم اکتیو. و تو فیزیک نیوتنی دیدیم این سه تا با هم با آزمایشات دقیق که این دوتا اصلا مرزی میگه این سه تا با هم برابرن. ولی حالا برمیگردیم به فیزیک بنیادی، مثلا نظریه نسبیت عام. خب تو افراد مختلفی، باندی، ساکس، نمیدونم آرنویت، دزر، میزنر، پنروز، هاکینگ، میزنر، شارپ، هیوارد، برون، یورک، اینا همه بزرگان فیزیک بودن، برای خودشون جرم برن تعریف کردن دو نسبیت عام. حالا سوال این که کدوم جرم میتونه جرم واقعی طبیعت باشه. ببینید جرم در فیزیک نیوتنی همونطور که اینجا دیدید یک مفهوم انتزاعی که از کمیتایی که ما میشناختیم جواب ایشونه، ما شناختیم و لزومی نداره در تئوری گرانش ما این جرم همون جرمی باشه که ما در فیزیک نیوتنی میشنیم، هرچند تمام این جرمای گرانشی در حد فیزیک نیوتنی و ویکفیلد به همون جرم استاندارد ما تو فیزیک نیوتنی میرسن. مثلا اینکه شما یه نفر مثلا یک تئوری بنیادی مثلا انرژی دنسیتی، چون معادله اینشتین یه معادله لوکاله، انرژی دنسیتی میتونیم از معادله اینشتین بخونیم و یک کمیت لوکاله و شما میتونید یه ویژه حجم تعریف کنید، این انرژی دنسیتی رو ضرب در ویژه حجم کنید و یه جرمی شبیه جرم میزنر-شارپ براش بسازیم. پس شما اومدین از مفهومات که خودتون ساختین مثل انرژی دنسیتی و ویژه حجم استفاده کردین، یه مفهوم ثانویه مثل جرم ساختین. یا مثلا تو جرم برونجور چیکار میکنید؟ میایید میگین که آقا من میخوام جرم یک داخل این کره رو حساب کنم. اول اینکه جرم یک کمیت کوازی لوکاله، یعنی نه لوکاله نه گلوباله، یعنی من میام یک کره متصور میشم که ببینم توش چقدر جرم داره. ببینیم یک کره‌ای که میخوام جرمش رو حساب کنم، من میام چیکار میکنم؟ میگم که خب آقای برون و یورک گفتن که از فرمولیسم هامیلتون ژاکوبی استفاده کردم تو نسبیت عام. اینا گفتن که خب من میام چیکار میکنم؟ ببینم این جرم چه تأثیری بر انحنای روی این کره داره، اون سطح اسپیس لاگ رو انحنای اون کره داره، پس اون جرم رو من میام از انحنای کره میخونم. یا پنروز اومد از ضرایب اسپینوری استفاده کرد که خودش برای خودش دنیایی که یک جرم تعریف کرد و خب خیلی جا این جرم با هم. پس این جرم مفهوم ثانوی است، نمیتونه مفهوم بنیادی در نسبیت عام باشه. حالا جرم در فیزیک ذرات با اون ثابتی که پشت اون ضریب فای به توان 2 میشناسیم شناخته میشه یه چیز دیگه، ولی جرمایی که ما میشناسیم پس جرم مفهوم حالا ثانوی است که میتونیم از کمیتایی که میشناسیم بنا به تعریفی که نیازی که ما برای یک ابزرور مشاهده پذیر در جهان داریم میتونیم اونو تعریف کنیم. خب پنروز اثراتش در دنیای فیزیک خیلی زیاد بوده و کتابایی که نوشته، حالا برخلاف کتابای هاکینگ کتاباش بیشتر تخصصی هست. خب کتاب معروف نیچر آف اسپیس تایم هست که به زبان ساده سعی کرده این گران حالا اومده فضا زمان، هندسه، سیاه‌چاله، بیگ بنگ اینا رو بگه. کتاب معروفی که به دوستانی بعضی میگن کسایی که ته گرانش باشن باید این کتاب پنروز ریلدر رو بخونن، کتاب اسپینور ان اسپیس تایم که یک
ابزار بسیار ریاضی خیلی قوی برای توصیف نسبیت عام هست و به اصطلاح میگن ته کتاب نسبیت عام این کتاب بعضی معتقدن. خب پنروز کاراش فقط به این چیزا بسنده نکرده، اومده نظرهای مختلفی در خلقت جهان و مدل‌های کیهانشناسی داشته، کارهای بسیار خوبی در مسئله مشکل مجرمنت کوانتوم مکانیک داشته و اینکه هوشیاری کانشسنس چیه و چطور ما میتونیم ببینید تقریبا از 1998 به این سمت کتاب‌های مختلفی از پنروز در مورد کانشسنس هوشیاری داره و شاید بعد نباشه کوچیک اشاره کنم که اینکه ما مسئله مجرمنت اینه که شما در مکانیک شرودینگری همه چی علیه، وقتی میخواین ابزرویشن انجام بدین تو نظر کوانتومی میگه با یک احتمالی به یک از پایه‌ها سقوط میکنه، ولی مسئله مجرمنت اینجاست که چرا ما به این داده میرسیم و قضیه بورن پیش اومده، دستگاه اندازه‌گیری چیه و واردش نمیشم. ولی خب ایده پنروز فقط بخوام بگم، ایده پنروز اینه که در مقیاس‌های خیلی کوچک وقتی مغز میخواد یه چیزی رو اندازه‌گیری کنه، سیستم ذهن ما یه سلولایی هستش که گرانش باعث میشه که ما به صورت خود به خودی به یکی از اون داده‌هایی که کوانتوم، حالت‌هایی که کوانتوم با میگه، خود به خود به یکی از این حالت‌ها میرسیم و میتونیم یک پدیده رو درک کنیم که گرانش هست که اینجا نقش بازی میکنه و تو یه سری سلولاتی که در ابعاد نانومتر هست میاد خودشو نشون بده و یکی از کتاباش فکر کنم با یکی از متخصصای مغز اعصاب نوشتن. خب مباحث جالبی که حالا از بحث ما دورن. برگردیم به بحث کشف سیاه‌چاله‌ها آقای گنزل و خانم گس. خب آقای گنزل و خانم گس چی گفتن؟ اینا از آقای گنزل که ماکس پلانکه و یه زن که از دانشگاه کالیفرنیا. خب من یکی از مهمترین مقالاتشون اینجا برای شما توضیح میدم. اینا اومدن قرار شد بیان تو مرکز کهکشان‌ها رو ببینن. برای اینکه مرکز کهکشان‌ها رو ببینیم ما محدودیت‌های خیلی زیادی، شما میدونید که مثلا جز مثلا حالا ویزیبل و اینفرارد و رادیو استرونومی، ما بقیه طول موجا خود جو زمین برای ما یه سده. بعد مثلا تو حالت ویزیبل ما نمیتونیم مرکز کهکشان رو ببینیم و جرم سیاه‌چاله مرکز کهکشان رو اندازه‌گیری کنیم چون گاز بین ستاره‌ای هست، نمیشه دید، محدودیت ایجاد میکنه. اینا اومدن کیباند تو اینفرارد انتخاب کردن. چرا؟ تو اونجا چون مین فری پس فوتونا خیلی بزرگه و گاز بین ستاره‌ای نمیتونه اینا رو اثر بده. و اینا اومدن مرکز کهکشان رو نگاه کردن و ستاره ها رو رصد کردن. بعد نکته اینجاست که تلسکوپی که آقای گنزل استفاده کرده، تلسکوپ NTT تو شیلی هست. خب اینا اومدن مثلا عکسایی که میبینید در 4 سال مسیر حرکت ستاره ها رو نگاه کردن. مثلا تو نمودار این سالا رو میتونید مشاهده میکنید و این مسیر حرکت سرعت ستاره ها رو که تونستن تو اینفرارد اندازه‌گیری کنن، نشون از این میشه که تو مرکز این جسم باید یه جرم خیلی سنگینی از مرتبه 1,000,000 برابر جرم خورشید باشه. نمودار روتیشن کرو رو براش نوشتن. بعد و نکته جالب اینجاست که اینا داده هاشون این ستاره مثلا حرکت یک ستاره رو که اندازه‌گیری کردن، این ستاره مثلا ستاره S2 دور تناوبش دور این سیاه‌چاله مرکز کهکشان 15.2 سال بوده، ولی اینا تا 10 سال اندازه‌گیری کردن و تونستن این حرکت رو رصد کنن. مشاهدات 10 ساله‌ای داشتن، نشون میده که واقعا برای دستیابی به جایزه نوبل باید تلاش کرد، حتی استمرار 10 ساله برای یک کار پژوهشی داشت. بعد خانم گزم حالا یکی از معروف‌ترین مقالاش که تو این مقاله اسپکتروسکوپی این داده ها رو نگاه کردن و تونستن نمودار به این سرعتشون در بیارن. حالا من جلوتر توضیح میدم. اینا اومدن از تلسکوپ کیک در هاوایی استفاده کردن. یه شاید جالب باشه ببینید، ما یکی از مهمترین مشکلات چون وقتی میخوایم زاویه تفکیکمون کوچیک باشه، ما یکی از مشکلاتی که داریم این جو زمین اعوجاج داره و چگالی بالا پایین داره و نور رو منحرف میکنه و جبهه موج ما
این جسم کوچیک ما اون دیستورت میشه، اون شکل از دست میدیم. یه تکنیک خیلی هست به نظر اپتیک تطبیقی که در هم تا چیزای نظامی هم استفاده میشه، این که ما یه لیزر میتابونیم دقیقاً به یک جایی و این برگشت میکنه برمیگرده به ما، یا به یک ستاره مرجع در نظر میگیریم دقیقاً تو مسیری که میخوایم اندازه‌گیری کنیم و از این لیزر وقتی فهمیدیم نورش همدوز می جبهه موج وقتی اعوجاج پیدا کردیم، این اعوجاج ناشی از جو زمینه، یه همچین اعوجاجی داریم، پس اون آینه تلسکوپ رو ما اصلاح میکنیم که بتونیم یه جبهه موج تختی که مثلا یا جبهه موج اوریجینال ما دیگه در اثر جو اعوجاج وقتی پیدا کرده اینو کارکتش کنیم. خب اونا اومدن اسپکتروسکوپی صورتشون رو اندازه‌گیری کردن و به صورت خیلی دقیق این سالهای مختلف مسیر حرکت ستاره رو حساب کردن و جرم سیاه‌چاله رو در بتوان 1 میلیون برابر جرم خورشید جرم سیاه‌چاله مرکزی کهکشان حساب کردن و این ستاره S2 که اینو استفاده کردن. اینم نمودار ولوسیتی پروفایل سرعت شعاعیشونه. بعد تقریبا وقتی سرعتش به ماکسیموم سرعت میرسه اردر 7000 کیلومتر بر ثانیه این ستاره حرکت داره اطراف این سیاه‌چاله مرکز کهکشان. مسیر حرکت ستاره رو من میتونم در این شبیه سازی ببینید. اینم نمودار سالشه که این مسیر ستاره های مرکز کهکشان ما هستش و این چرا این همچین جسمی به این همچین کامپکتی وقتی در همچین نایه کوچیک از فضا زمان انحصار باشه چیزی نمیتونه باشه جز سیاه‌چاله، چون ما هیچ تئوری نداریم که همچین جسمی کامپکتی رو به ما بگن. هرچند ما در سال قبل تونستیم با کشف سایه سیاه‌چاله تا مرزی که مرز افقش رو هم ببینیم. فکر کنم برای جلسه الان کافی باشه. بپردازیم به سوالات شما عزیزان. در خدمتم. خب سوالاتو من نمیدونم ظاهرا بهش از صوتی استفاده کرد یا نه. خلاصه خب من بذار این کامنت های عزیزان رو ببینم. خب یکی از دوستان پرسیده که چرا ایونت هورایزن تلسکوپ جایزه نگرفته. بذارید من سوالایی که میپرسن ببینید. کشف تلسکوپ ایونت هورایزن تلسکوپ اولین نمونه ای بود که از M87 ما شناختیم و حالا اگه برین نمونه های دیگر رو هم نگاه کنید مطمئن باشید اگه یه نمونه دیگه از این سیاه‌چاله کشف بشه که حتما انشاءالله خواهد شد، دقیقاً درجا بعدش به ایشون جایزه نوبل خواهند داد و به نظر من اگه اینا بتونن یه نمونه دیگه از سایه سیاه‌چاله رو رصد کنن 100% جایزه نوبل رو در همون سال خواهند گرفت و خب به نظر من لحاظ تاریخی هم نگاه کنیم هرچند به اصطلاح کشف ایونت هورایزن تازه هست و ما فکر میکنیم خیلی اهمیت داره، بله اهمیت داره، ولی کشف این عزیزان آقای گز و گنزل هم در اون زمان خیلی اهمیت داشت که ما تونستیم همچین توده عظیمی از جرم رو در مرکز کهکشان ببینیم. خب بعد بریم سوالا. سوال در مورد یکی از دوستان فکر کنم پرسیدن در مورد تابش هاکینگ و چرا هاکینگ نگرفته. خب اگه واقعا صادقانه بخوایم باشیم و اولین کشفی که واقعا هویت بخشید به هاکینگ به سیاه‌چاله همین قضیه تکینگی پنروز بود. اولین مقاله‌ای که هاکینگ داده با پنروز داده، اونم اومده بازنویسی کرده و برای مدل بیگ بنگ کیهانی و اینو با هم
استفاده کرده. بعد نمیدونم، البته من در جای قضاوت نیستم، ولی از باب از نگاه سیاه‌چاله بخوام خدمت شما عرض کنم، تو مسئله تابش هاکینگ هم آقای پارکر و هم زلدویچ هم صحیحن، هرچند خود هاکینگ هم تو مقاله 1975 اشاره کرده در گرفتن جایزه نوبل. ولی واقعا اگر از نظر تاریخی نگاه کنیم، سهم پنروز هم از لحاظ تاریخی هم از نظر فیزیکی چشمگیرتر و بدون اجتناب ناپذیرتر. خب سوال بله، یه نفر بفرمایید، در خدمتم. سلامت باشید، بفرمایید. یه سوال بپرسم که علت این هم تأخیر در بعد 55 سال جایزه رو میدن چیه؟ آیا خاطر همین اشیایی که در واقع انجام شد، رصدهایی که بود انجام شد، به خاطر اینکه یعنی منتظر بودن رصدها انجام بشه، یعنی منظورم که از نظری ارزش این نداشت که زودتر از این در واقع به پنروز جایزه نوبل بدن؟ خب این برمیگرده به سیاست جایزه نوبل. دقت کنید به صورت تاریخی هم نگاه کنید. مثلا نظرین قرار بود مثلا تو خود گزارش این عکس‌ها و چیزا رو از گزارش خود مؤسسه نوبل گرفتم. خود یک دانشمند فرانسوی بود که نمودار، حالا یه نفر تو اونجا بود که مثلا میگفت که آره به خاطر هم قضیه تکینگی به نظر نسبیت عام انیشتین جایزه نوبل ندن و ایشون مخالفت کرد. به خاطر همین هرچند مثلا ما تونستیم معادله فریدمن کیهانی رو کشف کنیم، هابل جایزه نوبل گرفت، ادینگتون لنزینگ رو کشف کرد و خیلی کشف داشتیم. حالا من وارد بحث تاریخیش نمیشم، ولی مسلماً کشف موج گرانشی توسط لایگو و ایون هورایزن تلسکوپ برای ما خیلی اهمیت داشته. چرا؟ چون تا قبل از این کشف، حتی کشف آقای گنزل و گز، اینا آخرش میتونست به ما بگه که ما دو تا جسم خیلی کمپکت در مرکز کهکشان داریم و این اثبات مستقیمی بر وجود سیاه‌چاله نبود. ولی اون ملغزه کوازی نورمال مودی که ما داشتیم به علاوه ایون هورایزنی که از شادوی سیاه‌چاله دیدیم، این دیگه تیر خلاص رو زد و به ما رسوند که یک سیاه‌چاله کلاسیک وجود داره. و به نظر من حالا بجا بود که تأخیر بیش از این خیلی میتونست نگران کننده باشه. دکتر من نمیدونم جواب سوالای توی چت رو هم دادید. یکی از دوستان به اسم محمد پرسیده که میشه به صورت شهودی افق رویداد رو تعریف کنید؟ ایونت هورایزن رو پرسیده. ببینید افق رویداد، من یه مثالی به شما میزنم نگاه کنید. شما فرض کنید یه جای یه سنگی اینجا هست، یه جرم گوی خیلی سنگین اینجا بذارید، جرم خیلی سنگینی داره. شما در فاصله دوری نشستین، یه چراغ قوه میگیرید به سمت بیرون این گوی، چیکار میکنید؟ این یه چراغ قوه رو نور میتابونید، نور ازش فرار میکنه. یا یه سنگ میگیریم پرتاب میکنه. خب این جسم گرانش داره، گرانشش انقدر نیست که اون سنگی رو پرتاب میکنید یا این نوری که فوتونی که داره از چراغ قوه خارج میشه اینو بیاد چیکار کنه؟ جذب کنه. وقتی بهش نزدیک و نزدیکتر میشین، این کمی گرانشش بیشتر میشه و اون حالا از سرعت اون پرتاب سنگ یا اون انرژی فوتون میکاهه. ولی از یه جایی به اون سمت انقدر گرانشش زیاد میشه که شما دیگه نمیتونید این نور که پرتاب میشه یا این سنگ که پرتاب میشه به سمت بیرون بره. یعنی از یک جایی به اون سمت نیروی گرانش یا گرانشی که ما تصور میکنیم از نیرویی که ما براش میفرستیم بیشتر خواهد بود. پس بنابراین از اون یک مرز به اون سمت گرانش اینو میکشه. این حالا یه شهودی که میشه گفت. یا یه مثال دیگه ای که همیشه حالا من برای آکوستیک بلک هولا به دوستان مثال میزنم. شما فرض کنید از یک حفره زیر یک رودخونه ایجاد کردین، این آب دیدی از این آبایی که میره داخل این حفره.
یا یه سوسکی یا یک سوسکی افتاده، یه مورچه افتاده در داخل یه سینکی که زیرش باز شده. ببینید این مورچه میتونه با سرعت 10 کیلومتر بر ساعت فرار کنه. از این آب داره میکشتش، این داره فرار میکنه که نیفته داخل این سینک که داره آبش میره. خب این اگر این مورچه خوش شانس باشه در فاصله دوری قرار بگیره، میتونه چون سرعتش از سرعت آب که داره به سمت سوراخ داخل سوراخ سینک میره بیشتره، این میتونه فرار کنه و بره به خشکی. ولی اگر نه این مورچه بیفته در یک ناحیه‌ای که سرعت آبی که در داخل این سینک میفته از سرعت مورچه بیشتر باشه، مسلم هرچند مورچه دست و پا بزنه، مثلا با سرعت 15 کیلومتر توی این ناحیه از فضا آب داره به سمت سینک میره، مورچه میخواد با 10 کیلومتر بر ساعت فرار کنه. اینجاست که من میگم اونجاست که دیگه اون مرز به نام اصطلاح ترپت سرفیس که میگم همون مفهوم داره، این مورچه ترپت میشه، گیر میفته تو این ناحیه. و یک نکته جالبم بگم که ببین این مفهوم ترپت سرفیس خیلی به ما کمک کرد. ما باز خود سیاه‌چاله ایونت هورایزن، یکی ایونت هورایزن داریم، یکی اپرنت هورایزن. ایونت هورایزن اون مرزی که نور میتونه فرار کنه و اون مرز نمیتونه فرار کنه و لزوما مرز ترپت سرفیس ها ایونت هورایزن نیست. این یه بحث تکنیکی هندسی داره که تو کتابای مختلف میشه، تو کتاب هاکینگ الیس یا والد یا کسای دیگه میتونید ببینید که خود پنروز و هاکینگ هم تو کتابشون شرح دادن. پس اونم بحث پیچیده‌تر، لزوما مرزی که نور میتونه فرار کنه از مرز ترپت سرفیس اون مرز بیشتره. حالا اون بحث فیزیکیش که تخصصیه که بعدا میشه بحثش. در خدمتم اگه سوالی باشه. یه سوال دیگه پرسیدن. قبلش البته من تشکر بکنم، حالا فضای این اتندیای ما جوری نیست که ما ببینیم. خب اساتیدم حضور داشتن، خانم دکتر رحمانی، آقای دکتر هدایتی و بعضی دیگه از اساتید بودن که حالا من احتمالاً میس کردم ندیدم اسامیشون رو. خانم تکدهقان سوال کردن آقای دکتر، گفتن که آیا در مقالات پنروز به موضوع زمان هم پرداخته شده؟ حالا شاید اختصاصا پرسیدن آیا ما میدونیم که چرا زمان صرفاً به جلو حرکت میکنه، یعنی حالا آیا این توی بحث‌های پنروز بوده یا نه؟ ببینید شما یکی از فرضایی که برای پردیکتیبیلی زمان تو اون کازال استراکچر فاز زمان همون تو کتاب پنروز هست، زمان خب یه پارامتری هستش که افزایشیه و واژه تخصصی هم براش اسمش هست، من الان کتاب اسمش یادم نیست. این یکی از فرضایی که ما برای پارامتر زمان میکنیم و یه دیگه از فرضایی که مثلا برای هندسه فاز زمان میکنیم، این زمان که جلو میره مثلا تایم لاین کلوز ژئودزیک تشکیل نمیشه، این ذره نمیتونه بره دوباره برگرده به خودش. این فرضای فیزیکی که ما از شهودی که از زمان داریم براش میکنیم. ولی ایده‌ای بوده تو فیزیک بنیادی که بیان زمان رو بیان از یک سری کمیت‌های دیگه، مثلا مثل آنتروپی یک کمیت همیشه افزایشی، اینو دیولپ کنن و ما این بحث زمان که بعداً خودش میره، خودش جزئی از مثلا تو نظریه کوانتوم گراویتی مثلا زمان میتونه از کمیت کانتینیوس به پیوسته بودن خارج بشه، این و فضا زمان دیسکریت باشه، اونجا به یک شکل دیگه وارد میشه. یا حتی تو نظریه میدان کوانتومی دیدین که فضا زمان وقتی کنار هم بیذاریم لورنس اینوریس میکنیم کمیت ها رو، اونجا دوباره بحث اینکه ما میتونیم زمان یک کمیت جلو رونده هست، اینه که شما میتونید میاین این کار میکنید که مثلا جابجاگر یک فیلد با مومنتومش در یک زمان با هم، مثلا اگه چیز باشه، اگه کازالی دیسکانکت باشن صفر باشه، ولی اگه این دوتا از هم جدا از هم باشن که میتونه با هم غیر صفر باشه. این ما زمان آره این بحث بنیادی که خب ما تا جایی که به شکل پارامتر افزایشی نگاه میکنیم در نظریه مثل نظریه میدان کوانتومی، زمان همیشه با فرضایی که مثل اصل کازالیتی که رو جابجاگر فضا زمان انجام میشه، این یک کمیت افزایشیه. از اون ور تو نسبیت عام هم یا کوانتوم فیلد تو کرود اسپیس تایم هم یکی از اصولش اینه که ذرات تو ژئودزیک تو مخروط نوری حرکت میکنن که در بطنش این فرض داره که
زمان جلو رونده هست و ذره نمیتونه ذرات فیوچر دایرکتد هست یا به اصطلاح پست دایرکتد پارتیکل نمیتونن داشته باشه. این فرضه، ولی تو نظریه بنیادی میتونه بشکنه. ولی در هر صورت ما باید یک مکانیزمی سوار کنیم که در انرژی های پایین وقتی به کوانتوم مکانیک یا نسبیت معمولی برسیم افزایشی بودن زمان رو توش باشه. آقای خطیبی سوال پرسیدن، گفتن که میشه مجدد مثال هولوگرافی رو بفرمایید اگر کوتاه بشه ممنون میشه. هولوگرافی رو که بخوام ساده بگم اینه که شما همون ایده‌ای که شما اطلاعات یک سیستم، تعداد درجات آزادی یا سیستم تو حجم یک سیستم هست، در صورتی که تو سیاه‌چاله دیدیم اطلاعات یک سیستم تو یعنی انتروپی یک سیستم به حسب مساحت نوشتیم که از تئوری تابش هاکینگ وریفای شده. این ایده هولوگرافی از این فرض نشون گرفته که من بیام اطلاعاتی که روی حجم داره رو بیام از یک برم رو مرز یک تئوری که تو مرز نوشته شده بگیرم بخونم و یک تناظری بین مثلا ADS CFT، همین تناظری بین گرانش ما تو ADS هست، اونور CFT ما روش قرار داره و این ایده در حد تناظر هست. ولی برای سیاه‌چاله اگه بخوایم واقعا دقیق‌تر اثباتش کنیم، برای اینکه من باید تئوری کوانتوم گراویتی رو داشته باشم. چرا؟ چون من باید میکرو استیت های داخل سیاه‌چاله رو بشناسم، از اون ور میکرو استیت هایی که من میتونم از تو مرز استیت سیاه‌چاله رو بشناسم و بدونم، بعد ببینه آیا واقعا هولوگرافی توش برقرار یا نه. ولی واقعیتش جوابش اینه که اگه من بخوام این فرض از تناظر جلوتر برم، اینه که من باید تئوری کوانتوم گراویتی رو بشناسم و بدونم درجات آزادی داخل بالک من چیه. از یه طرف دیگه تو تئوری کوانتوم پروژکشن کنم، ببینم در پروژکشنی که درجات آزادی من رو سطح سیاه‌چاله میده آیا همون درجات آزادی حجم سیاه‌چاله است یا نه. و بنابراین مثل بسیاری از مسائلی که ما داریم، مثل اینفورمیشن لاس، مثل بیگ بنگ کیهان شناسی، این مثلا جواب دقیقش برمیگرده این که من تئوری کوانتوم گراویتی رو بتونم بشناسم که تکنیکی بیگ بنگ و سیاه‌چاله رو باهاش حل کنم. این است. تشکر از شما، سپاسگزارم. آقای خدادادی پرسیدن که به نظر شما داده‌های تلسکوپ افق رویداد آیا مثل امواج گرانشی قدرت ممیزی و فیلتر کردن مدل‌های گرانشی ترمیم یافته را دارند؟ ببینید هنوز ما اون شار پلاسمایی که ما میایم مسیر حرکت فوتون ها رو، اون اینتنسیتی فوتون ها رو که از ایونت هورایزن تلسکوپ می‌ها، هنوز اون رزولوشن رو نداره. مگه اینکه ببینید شما تو برای اینکه یک نظریه رو رد کنید، بعضی نظریه‌ها انقدر پرتن که شما میتونید ببینید که مثلا یک مسیر یک فوتون رو تو یک گاز پلاسمایی اندازه‌گیری میکنید، یه خطایی داره به خاطر اون پلاسمایی که ما نمیشناسیم، به خاطر اون فلوکسی که اطراف اون سیاه‌چاله M87 هست ما نمیشناسیم. این مسیر خطا نمیدونیم به چه خاطر و خطاش از خطایی که ما تو تئوری بهش میگیم خیلی بیشتره. پس بنابراین این تئوری نمیتونه بیاد این مدل مودیفای گراویتی رو رد کنه. خب ولی شما میتونید یک تئوری مودیفای گراویتی داشته باشید که بیاد اون مسیر ژئودیزیکا رو یا مثلا اون من به اصطلاح اون شادویی که اون شکل شادوی سیاه‌چاله رو خیلی از کر فرق بده، فرق داشته باشه و اون فرقی که از سیاه‌چاله کر از شادو داره چشمگیر باشه و از خطایی که من میشناسیم، خطایی که ابزرویبل ما خیلی کوچکتر از این خطای این اختلاف بین این مدل تامینگ یافته و مدل استاندارد باشه. پس بنابراین من میتونم اون نظریه رول اوت کنم. ولی ببینید در ذات نظریه مودیفای گراویتی واقعیتش اینه که یه پارامتری وجود داره که ما میتونیم با این پارامتر بازی کنیم و اون پارامتر رو هی میتونیم به مدل استاندارد جی آر نزدیکش کنیم، مگه اینکه شما بتونید چند تا آزمایش رو همزمان انجام بدیم. بفرضم اگه شما فرض کنید بتونید یه مودیفای گراویتی رو پارامتراشو جوری مثلا دستکاری کنید مدل شادوی سیاه‌چاله رو بده، ولی
مدل دارک انرژی رو نده. باز دوستانی که مودیفای گراویتی کار میکنن میان چیکار میکنن؟ میگن که خب این اثر آی آر تو اسکیل کوچیکه، اون اثر یو وی من تو مقیاس بزرگه، من میتونم دوباره یه پارامتر اضافه کنم مودیفای گراویتی تو مقیاس بزرگ اون باشه، تو مقیاس کوچیک این باشه. پس بنابراین ما ترجیحاً طبق اصل تیغه اوکام دنبال نظریه‌ای میریم که فرضای ساده تری داشته باشن و یا مدل‌های مودیفای گراویتی که پارامتر زیادی به ما ندن یا کی اسکوئرشون خیلی بزرگ نباشه. فعلا نه، من اخیراً نمیدونستم که نمیدونم مقاله‌ای وجود داشته باشه که بتونه خیلی دقیق مودیفای گراویتی رو دیسکریمینیت کنه از مدل‌های استاندارد جیاش. سوال پرسیدن که فکر کنم خانم باقربند هستن، پرسیدن که میشه یکی از نظریه‌های اینفورمیشن لاس رو دوباره بگین؟ ببینید اینفورمیشن لاس مثال میزنم. یک نظریه وجود داره که بعد اینکه سیاه‌چاله تابش داره میشه، اول ترمال، چون میزان انرژی که از دست میده نسبت به جرمش کم. وقتی که چون دما با یک اموم متناسب، وقتی جرم کمتر میشه دما بالاتر میشه، فلوکسش بیشتر میشه، پس بنابراین از حالت ترمال یا یک تابش آدیاباتیک خارج میشه، تابش من نان ترمال میشن و از نان ترمال میتونیم ببینیم کورلیشن بین تابش وجود داره و از اونجا میتونیم بگیم که حداقل اثبات میشه که دیگه از یک زمانی به اون سمت تابش نان ترمال داریم و نمیشه گفت سیاه‌چاله اطلاعات تابش نمیکنه. این یک هینتی که ما میتونیم داشته باشیم. یه راه دیگه اینه که بیام چیکار کنیم؟ بیایم بگیم که جهانهای کوچیک تشکیل، یعنی تو سیاه‌چاله توپولوژیش جوری که اطلاعات توش میفتن داخل سیاه‌چاله یک سیاه‌چاله‌ای تشکیل میشه که مینیماله و این سیاه‌چاله داخل سیاه‌چاله این اطلاعات میفتن یک جهان دیگه‌ای که این جهان از جهان ما به صورت کازالی دیسکانکتد هست و ما هیچ دسترسی به اون جهان نداریم. یا چی رمننت تشکیل میشه. یه نظریه دیگه میگه سیاه‌چاله اطلاعات سیاه‌چاله میاد تو یک پکه خیلی کوچیکی هی ذخیره میشه ولی تا آخر تبخیر نمیشه، توی بسته خیلی کوچیکی پک اطلاعات میمونه. ولی همینجا بگم این نظریه مشکل داره به خاطر اینکه ما طبق حدی داریم آنتروپی بوند از اصل هولوگرافی به دست میاد که آنتروپی تقسیم بر مساحت سیاه‌چاله از این حدی نمیتونه کوچکتر باشه. پس بنابراین اگر رمننت تشکیل بشه حد آنتروپی بوند ما رو میشکنه و آنتروپی بوند حالا خلاصه اینا همه مباحث شیرینی که تو دنیای فیزیک ما باهاش برخورد میکنیم. تشکر میکنم. فکر کنم که این آخرین سوالی بود که پرسیده شده. حالا یک دو تا کامنت بوده که حالا فکر کنم دیگه بچه‌ها خودشون میبینن لابلای اینها. مثلا فکر کنم یه کامنت این بود که خب خود لایگو هم الان رزولوشنش انقدر بالا نیست که بتونه مثلا مودیفاید گراویتی رو تشخیص بده. یا حالا کامنت های دیگه در مورد اون بحث پنروز بود که بحث میجرمنتش که میگفتن که یه آزمایش انجام شده که ظاهرا اون رد کرد. من فکر می‌کنم که دیگه اگر سوال حضوری کسی دیگری سوال شفاهی داره بفرمایید. به نظر خب سوالات خب زیاد بود و الان بچه‌ها دیگه جواب سوالا رو گرفتن. حالا باز هم قطعا میتونن از طریق ایمیل با دکتر در تماس باشن و اگر سوالی بود سوال بله. سلام. صدای منو دارین؟ خوب هستین دکتر؟ بله ممنون. سلام. ممنون، خسته نباشید. دکتر من یه سوال داشتم در مورد اینکه چه الزامی هست که اون چیزی که مثلا حالا توی امواج گرانشی که ما دیتکت میکنیم این باینری که به هم میخوره اون چیزی که تشکیل شده الزاماً سیاه‌چاله باشه. چرا مثلا یه اگزاتیک دارک مثلا کامپکت آبجکت نیست؟ یعنی این کوادی نورمال مود ها یا بهتر بگم چرا ما خیلی میخوایم این انرژی کاندیشن ها رو مقدس میشماریم؟ چرا انقدر به اونا احترام داریم میذاریم؟ ببینید سوال خوبیه این که خب یه جسم کامپکتی باشه سیاه‌چاله نباشه.
من فکر میکنم برمیگرده به اصل تیغه اوکام که ما همیشه دوست داریم نظریه فیزیکیمون با ساده ترین فرضا شروع بشه. ما فرضایی که انرژی کاندیشن به ما میده این هست که ما اومدیم با موادی که اطراف خودمون هست تو ستاره تو آزمایشگاه اینا دیدیم که انرژی کاندیشن براش برقراره و دیدیم انرژی کاندیشن باعث میشه که من اگه یه فرض معقول رو فضا زمان داشته باشم تکینگی تشکیل میشه. ولی نه، لزومی نداره شما فرض کنید انرژی کاندیشن نقض بشه، انرژی کاندیشن نقض بشه، ماده عجیب غریبی داشته باشیم مثل دبل نول کاندیشن، انرژی کاندیشن یک ماده های عجیب غریبی میتونه وجود داشته باشن که اصلا میتونه کرمچاله تشکیل بده. ما کرمچاله رو اطرافمون ندیدیم و من فکر میکنم یه بخشی که مثلا فرض کنید مثلا یک نظریه کرمچاله که اینشتین روزن مثلا پولش رو تعریف کردن و اینا، اگه واقعا بخشی فیزیک با در کنارش همیشه اصل تیغه اوکام همراهش داره که میخواد با ساده این فرضا نشون بده و از این طرف دیگه هم ما تا جایی که مشاهده میکنیم هم داره تایید میکنه. یعنی من مشکلی ندیدم که مثلا با نظریه نسبیت عام که بسیار ساده است بتونم مثلا ساجیتاریوس یا سیاهچاله مرکز کهکشان رو توجیه کنم. من فکر میکنم مردم به این مسئله زمانی برگردن که وقتی یه چیزی رو ببینن و نتونن توجیهش کنن و تا زمانی که نسبیت عام با فرضای ساده‌ای که مدل اینشتین گفته این پدیده رو توصیف میکنه مثل شادوی سیاهچاله، باینری بلک هول، مردم نیاز نمیبینن که بیان یک فرضی مثلا یک مثل اکزوتیک ماتر تعریف کنن که بخواد این خواص رو داشته باشه. من حالا تفسیر من اینه، شاید نمیدونم تاریخ علم داره اشتباه میره و از همون اول باید به فکر مواد عجیب غریبی باشه که غیر از سیاهچاله. من فکر می‌کنم بیشتر اینکه ساده این تئوری من باید ساده باشه با ساده ترین فرض‌ها یک پدیده‌های اطراف توجیه کنیم داریم به این سمت میریم. خیلی ممنون. خیلی ممنونم. به عنوان آخرین سوال گفتن که اگر میشه در مورد کتاب Shadow of the Mind توضیح بیشتری بدید، کتاب پرنروز. ببینید من متخصص این زمینه نیستم ولی خیلی دنیای جالبی هست که ما بیایم بیولوژی رو با کوانتوم فیزیکس به هم ربط بدیم. به این مسئله اینجاست که خب تو آزمایش اشتنگلاخ میگیم برای یک تعداد رندوم مثلا 100 تا فوتون 50 تا بالا میرن 50 تا پایین، ولی اینکه یک فوتون چرا این مسیر رو انتخاب میکنه خب میتونیم از اول فرض بونرول بذاریم این احتمالاتیه، ولی نکته‌ای که اینجا هست اینه که ما مشکلی که اینجا هست اگه نمیخوایم تئوری احتمالاتی رو بپذیریم اینه که چرا من یک تئوری علی من تا یک جای مدل شرودینگر علیه، بعد اونجا یک از یه حدی به اون طرف دقیقاً یه پایه رو انتخاب میکنه و نمیتونه یک چیز باشه. چرا این مسئله مهمه؟ از این نظر مهمه که ما کانشنسنس یا هوشیاری ما از طبیعت همینه. وقتی اگه همه فیزیک رو بیایم تو مقیاس ریز نگاه کنیم، ما در نهایت سیستم بدن ما اگه به نظر بنیادی در لول کوانتوم مکانیک نگاه کنیم، همه سیستم ما باید یک سیستم کوانتومی منی بادی باشه. حالتهای مختلفی براش وجود داره که من یکی از این حالتها رو من میام درک میکنم. این که چی باعث میشه که من این حالت رو درک کنم؟ مثلا میگن که اون پرنده هایی که دارن چیز میکنن، مثلا یه پرنده هایی هستن که میگن مثلا میدان مغناطیسی زمین رو میدان مغناطیسی میتونن دیتکت کنن و مسیر حرکت رو پیدا کنن. خب این مکانیزم کوانتومیش میگن که آقا یک چیزای انتنگلدی، الکترونای انتنگلدی تو مغز این پرنده ها وجود داره و در اثر میدان مغناطیسی این مثل یک نیروی خارجی یا مثل پدیده دکوهرنس که یک محیط میتونه بیاد یه استیتایی رو خاصی رو انتخاب کنه، این باعث میشه که من این انتنگلد من از بین بره و اون اثری که به جا میذاره این هستش که رو پرنده تاثیر. خب مدلی که Shadow of Mind داره اول در این نظر بود که حالا من اینکه شما بیایم تو معادله شرودینگر یه سری پارامترها وارد کنیم که
به صورت وقتی به مقیاس بزرگتر میریم این پارامترها مهم بشه و بیاد خود به خود به یکی از این استیت های کوانتومی ما تقلیل پیدا کنه. حتی تو اون که فکر کنم تو کتاب شادو آف مایند پنروز تاکید